من فکر میکنم که جفا در حق این مردم داره میشه. زیرساخت‌هایی را که همگان داشتند و ما نداشتیم، ما میخواستیم این موضوع رو بولد کنیم. ما تونستیم فریاد مظلومیت استان رو به مجلس برسونیم. این 1434 میلیارد تومان فقط ذیل محرومیت زدایی برای استان اختصاص دادن. بیش از 1100 میلیارد برای راههای روستایی گذاشتن. برای آب شرب روستایی فقط برای حوزه جنوب، حوزه انتخابی چابهار و ایران شرق رقمی معادل 700 خورده میلیارد برای حوزه آبرسانی گذاشتن. با اطمینان میگم که ما در سال 1400 برای پروژه بیمارستان ایران شرق کمبود بودجه نخواهیم داشت. خوشبختانه مرز پیشین در یک ماه گذشته به عنوان مرز رسمی اعلام شد و مردم ما از این ظرفیت و از این فرصت استفاده خواهند کرد. و جاهایی هم که کاری انجام نشده، شاید کمکاری بنده باشه که من نتونستم خیلی مشخص و ملموس مشکلات مردم را بگم.